یه نهار خوشمزه بپزن بخوریم. نهار نخورید چرا که نهار خوردن سمه. بیده تخم مرغ میخوریم. بیست دیگه تنها میخوری ریزش مو افزایش پیدا میکنه. مرغ که نشد بخوریم شیر میخوریم. شیر براتون خوب نیست. بخوریم گوشت میخوریم. این عامل بیماری ها گوشت گاو و گوساله و گوسفند و بره است. پس کره بادام زمینی میخوریم دیگه. برای بادام زمینی من هیچ کدومش تو رژیم‌های غذایی بدنسازی پرورشندان قبول. ای بابا تانمایی که میشه خورد. ماهی ها سرطان زا هستن. تانمایی که نشد بخوریم نون توست میخوریم. از نون توست استفاده نکنید. گوشت که ضرر داره کلت ماست میخوریم. همراه برنج. فراموشی و سردرد و بیحالی. یه گوشت و ماست که میتونیم بخوریم. ماست کنار گوشت. فساد گوشت در معده. یه آب که میتونیم بخوریم تشنگی نمیره. آب بخوریم برامون خوبه؟ ردیفیم. نه آب خالی به درد ما نمیخوره.